خانم شهسواری کیه؟ شیوا شهسواری. بله همسر سابقشون. نه ببینید خانم، من مجبور شدم بهشون زنگ بزنم چون به خونه زهره زنگ میزنم کسی نیست و فقط هم شماره آقا عطار حفظ بودم. حفظم که هستی شماره شوهر منو. اسم شوهر منو نیار. شیرین جون یواش. خیلی خوب بابا ول کن تو هم. اصلا به چه جرأتی زنگ زدی به موبایل شوهر من؟ میگم اسم. الو با شما خانم. الو. این پیجرم یه جا به دردمون کجا بود؟ من منتظر تماسم بودم. منتظر تلفن بودی؟ آره. زنگ زد. از کار باش؟ نه خیر، از بانک بود. شیوا جون بود. شیوا؟ شوخی میکنی؟ نبینمت بعد. بابا شیرین این اصلا که بعد طلاقمون زنگ نزده بود. نمیدونم الان چرا، حالا چی شده؟ چرا همدیگه رو دیدی؟ تو حرف نزن. نه سب کن ببینم چی دیدی؟ چی شنیدی ماما؟ بگو. ما دیروز با جلال رفتیم دم بانک عمه زهره. بابا زن قبلی شدی. تازه منم گروگان گیرا بود. نبینمت دیگه، تموم شد.